سلام خدمت تمام عزیزای دل. امید که خوب باشین و سالم باشین، تندرست باشین و هر جا هستین در کار بار خوب موفق و پیروز و سربلند باشین. چی اول دارین؟ انشالله که روزگار خوب تیر بشه. در همین چند روز خیلی داخل سوشل میدیا درباره خودسوزی پلوتی که در مشهد ایران خودسوزی کرده صحبت کنیم. هیچ کی ملامت نکنیم، تنها یک کس ملامت کنیم، او هم اشرف غنی با دار و دسته خود تمام وطن فروخت و فرار کرد. با تمام غرور و حیثیت تمام جوانان، چی نظامی و چی غیر نظامی، که امروز آواره و سرگردان هستند در ممالک بیگانه، در ملک مهاجرت، مسافرت، روزگار خود به یک نوی تیر میکنن که خدا از دل اونا میپرسه. خدا از اشرف غنی بپرسه که امروز خون ای پلوت و امثال ای پلوت به یخن اشرف غنی هسته، که اگر او رئیس جمهور می بود، اگر او سرقماندان اعلی می بود، اگر او غمخوار این مردم و ملت می بود، امروز او پلوت که یکی از سرمایه های معنوی یک مملکت است به نام افغانستان نباید به این مدل خود میکشت. به هر صورت میخوایم اید بگم که اشرف غنی تنها موزل در افغانستان بود که امروز مردم سرگردان در کل دنیا میگردن، آواره و سرگردان به خاطر غفلت، ضعف، ناتوانی و ترسو بودن اشرف غنی بود. با فرار خود تمام نخبه‌های افغانستان در و در خاک بسر کرد. اگر اشرف غنی از افغانستان فرار نمیکرد، امروز این چنین خصوصیایی هم صورت نمیگرفت توسط یک پلوت و امثال یک پلوت. با ما همگام باشین و کانال طنز میدیا را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنین.